سراغ ظروف سوفله. این سوفله مستطیلی کوچیکه. بعد این یکی داریم ظرف سوفله بزرگ که مقایسه با این یکی میبینید بزرگتره. من طول و عرض و اونایی که حالت بیزی داره قطر بزرگ قطر کوچیک و هم که دایره ایه قطرشون رو واسه میذارم. اطلاعات کامل داخل سایت میذارم که ببینید. اینم سوفله گرد بلنده ببینید که کوتاهش هم داریم. میشه این حالتیه مقایسه با این یکی ارتفاع کوتاه‌تری داره. بعد سوفله بیزی رو داریم ببینید. سوفله بیزی این بزرگشه. بعد سوفله بیزی کوچیک هم اینجاست که مقایسه با این یکی کوچیک‌تر کنه داخلش جا میشه. من اینو قطر کوچیک قطر بزرگ از دسته به دسته‌شو واسهتون داخل سایت می‌نویسم.